با خودتون فکر کنید به درد نخورترین آیتم ماینکرافت چیه. اولین آیتمی شما فکر می‌کنید کاروت پامکینه که واقعا این آیتم به درد بخوره. وقتی برید اند و بذارید رو سرتون و به چشم اندرمن نگاه کنید بهتون حمله نمی‌کنه. آیتم دوم گلوینگ سک، این باعث میشه که وقتی بزنید روی ساینا نورانی بشن و تو شب بتونید ببینیدشون. آیتم سوم پوست خرگوشه که باهاش اگه 4 تا بذارید بغلم میتونید یه دونه لدر بذارید که لدر همون چرم گاو. پای خرگوش که میتونید باهاش یه دونه پوشن بسازید که این پوشن هم پوشن نیست جز پوشن جامپ بوست و میتونید باهاش بلندتر بپرید و اینو دیگه همتون میشناسید و 100% میدونید چیکار میکنه، میتونید بپرید. و به درد نخورترین آیتم ماینکرافت اونا نبودن و این آیتم چیه؟ پویزن پوتیتو. این با آیتم توی هر 100 تا دونش ممکنه 2 تا یا مثلا یه دونش بهتون از این پویزن پوتیتو ها بده و هم کمه. وقتی که شما اینو میخورید بهتون افکت پویزن میده و باعث میشه دمیج بخورید و هیچ به درد نمیخوره. یه نکته دیگه هم هستش، این که هنوز شما من لایک حساب نکردید پس ساب کن.